اگر صبر کنید در مقابل یک سری مجاهدت ها، سختی ها در راه الله، شما امتحان کنید 40 روز پایبند نماز بشید، بگید به هر قیمت حتما نماز صبح میخونم، بعد 40 روز اصلا نمیتونید نماز ترک کنید. مجاهده بکنید، از یک جایی شروع کنیم. بالاخره آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. آینه دلت که پاک میشه، بعد میبینی چیزهایی، نقشهایی رو میبینی بیرون از آب و خاک. یعنی الله قلب تو رو محل الهامات ربانی میکنه. چیزهایی تو این قلبت، طعمهایی تو این قلبت، لذتهایی تو این قلبت میتونی بچشی که شاید تو زندگی ندیدی. من خودم یک پیرمردی رو دیدم تو رایون، این قرآن میخوند. به خدا من مریض بودم، یک گوشه نشسته بودم، نمیتونستم تو بیان عمومی شرکت کنم. این پیرمردم پاش شکسته بود، اینم قرآن دستش بود میخوند. نمیدونم از کدوم کشور بود، کار بهش ندارم، اما این صحنه انقدر جذاب بود، دلکش بود برای من که باور بکنید من مریضیم فراموش کرده بودم. قرآن دستش بود میخوند. به جایی که میرسید الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنو، با یک لطفی میخونه یا ایها الذین آمنو، با یک لطفی میگفت جی ربا بتاو، خدایا ربم بگو چی میخوای، چون مخاطبش یا ایها الذین آمنو بود، ای کسایی که ایمان آوردید. یعنی با یک لذتی هر زمان میرسید یا ایها الذین آمنو، میگو جی ربا بتاو، تیار و تیار، الله آماده بگو چی میخوای الله. بعد دنباله آیه رو میخوام. ببینید این تلاوت یک طعم پیدا کرده. چرا؟ این حاصل یک مجاهده است. این سختی رو در راه خدا تحمل کرده، حالا تو تلاوت قرآن داره لذتی رو میبینی که من نمیتونم اصلا بفهم این لذت این چی. والله قسم اگر سلاطین دنیا اون لذت دل اون پیرمرد و اون پای شکستش تو اون کنج مسجد که حصیر زیر پاش بند بود، والله اگر همین حصیر نشین که تو این کنج مسجد بود، اگر پادشاه های دنیا میدونستن لذت دل این پیرمرد چیه، با شمشیرها میامدن ازش میگرفتن. یکی تو سجدهش میبینی گاهی وقتا نیمه های شب بلند میشی، میبینی دور و برت خدایا همه در حال دعا و نجوا و هم کلامی و یالله چه لذتی اینا تو این سجده ها دیدن که خواب شب رو فدای این کردن. چشمشون به یک عالم دیگه باز شده. هاولا اهل السماء یمشون علی الارض. واقعا گاهی وقتا با خودت میگی خدای اینا اصلا با این معیارهای بشر امروزی زندگی نمی کنن، اینا توی دنیای دیگر، اینا چشمشون به یک لذتهای دیگه باز شده، اینا خوشیشون معنای دیگه داره، لذتشون معنای دیگه داره، آرام اینها لذت دیگه ای داره. والله قسم من هر زمان پیش مرکز اصلاحی تربیتی حضرت مولانا حکیم اختر میرفتم، اصلا حس میکردم که تو بهشت دارم داخل میشه. والله العظیم قسم تمام وجود انسان شهادت میداد. چهره هایی که میدیدی، تری و تازگی و نشاطی که تو این چهره ها بود، لبخندایی که رو لبها بود، آرامشی که تو خواب ها بود، سجده های پرمعنایی که هر کنج اینجا دیده میشد، همه اینو داد میزد این در دیوار که اگر فردوس بر روی زمین است همین است و همین است و همین است. سیستم جاسوسی پاکستان یک زمانی آمده بود گله کرده بود از مولانا حکیم اختر صاحب. اینو مولانا مظهر میگفت، فرزند ارشد مولانا حکیم اختر صاحب، که اون سیستم جاسوسی پاکستان یک زمان آمده پیش ما که همین جاسوسایی که ما میفرستیم اینا رو شما چیکار میکنیم؟ مولانا مظهر صاحب میگه من گفتم که ما چیکار میکنیم؟ جاسوسای شما رو. میگه به خدا ما اینا رو 3 تا 4 تا تاوال فرستادیم، هی گم میشن. اینا قرار بر ما خبر بیارن که اونجا چه خبره، چی گفته میشه، بعد این گم شد، مثل لایه، مثل مثلث برمودا شده اینجا، هر کی میره توش گم میشه. بعد نگاه میکنه میبینه با اونم دستمال دستش گرفته ماشاءالله محاسنش اینجا، اون جاسوس هم داره گریه میکنه. تو رو اینجا ما فرستاده بودیم برای کاری دیگه، تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد مولانا میگه من بهش گفتم عزیز من تو میخوای بفهمی اینجا چه خبره، خودت یک جلسه بیا بشین اینجا. آخر جلسه میگه خودش تون یواشکی اشکاشو پاک میکرد کسی نبینه. بعد بهش گفتم دیدی چه خبره اینجا؟ فهمیدی؟ هیچی نیست اینجا، یک عالم دیگه ایه.
چشم آدم ها رو به یک لذتهای باز میکنن که سر هیچ سفره این طعم رو نچشیدن، تو هیچ گلستان این بو رو استشمام نکردن، تو هیچ محفل و پارتی گوششون اینطور نغمه های زیبایی رو لمس نکرده. تمام وجودشون شهادت میده که جا همینجاست. برو جاسوسات رو میخوای ببری ببر، اما کسی که اینجا میاد دیگه نمیتونه بره. اینا پابند محبت میشن.